دوستان گرامی، بهر شما چیستان‌های مردمی خلق تاجیک رو پیشنهاد می‌نمایم. شما می‌توانید که جواب این چیستان‌ها رو بجویید. البته به شما یک چند ثانیه وقت داده می‌شود. تیار شدید؟ آغاز کردیم. یک جانوری بدیدم. عجب خوش می‌سراید. سری غنچه نشسته شب رو سحر نماید. بیاید جواب همین چیستان رو می جوییم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این بلبل است. آفرین. چیستان دیگر: درونکش زمستان، بیرونکش تابستان. برای یافتن جواب این چیستان برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. اکنون فکر می کنیم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این یخدان است. آفرین. چیستان دیگر: در هوای صاف دانه می بارد. اکنون فکر می کنیم که این چی باشد که در هوای صاف از آن دانه می بارد. برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. فکر کردیم. جواب چیستان رو یافتید؟ بله، این خلطه دوغ است. چیستان دیگر: چیست آن که میل ندارد ولی چون ساعت تیق تیق می نماید. برای شما باز یک چند ثانیه وقت داده می شود. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این دیل است. دیل آدم چون ساعت تیق تیق می نماید. چیستان دیگر را گوش کنید. یک صوفچه، 5 بیبیچه. اکنون جواب این چیستان را یک جویه می جوییم. آفرین به شما. جواب این چیستان می باشد دست و پنجه ها. دوستان گرامی، در همین جا من با شما خیر و خوش می کنم. اگر برنامه من به شما پسند شده باشد، شما علامت بسیار خوب را پخش نمایید. نیک نام و سربلند باشید.